حضرت داود یاران هفتگانه غیبه که بعد حضرت سلطان و حضرت پیرموسی که ملا رکنه صاحب دفتره افرمای تاریخ این روژه بنویسه نام دفتره. ارا اطلاع یه در کلامکی خودم بعد بحثی که ببینید تاریخ روژه مردم. حضرت سلطان افرمای خطاب و ملا رکن که پیرموسی رکن و دفتر رکن ای تاریخ بنویس نه دفتر نی چله توسان یره رو ثبت کرد مانو دلی راست دوازه سفید پر یره رو یاران چه گام بی و فر عید و پادشاهی دو هم داشت اثر عیدم عید و ازلین مظهر طبل شاهی مانژن ندوره خور تیانم تیان طلای نور احمر کوره ساجیم ازلین اسپر داواتم داوات ازلین شر چاه افلالن زیا آفش چمو چر چیوشان برنج ستاره جنور یوشان کلاشیر سروانگ و خبر باشه یوشان کلاشیر سروانگ و اخزر نیوشان زیا پی چما جوهر آش چمایی چاقاب و جدور خوراک ازی بیا چاب گوهر ایگاش همچی مر پختم کرد پرور پری عید و جم یار پردیور گونی و شادی یلی روی دلور پی آمین کرده دعای نامور پی دفع و گناه صاف سفید پر سفید نسیام و کرو چکر سیام گناهن پی سفید خطر. تاریخ روزه ممنون. با توجه به کلاملی که وجود دارید و با توجه به یک جریان مرنوب و نظر منطقه‌ای و جغرافیایی و آب و هوایی اتفاق هفته در قسمت نثار پیشاهو که او قسمت سردسیره و ربطک و گرمسیر نیرید و با استفاده و کلاملی که وجود دارید تاریخ روژه مرنوی وقتی که مطابقت بکنید و گرد تقویم امروزی 12 ماه قمری مصادف و گرد هر روژه و برج آبان برج عقرب بود عقرب رو آبان است او روز اول روزه مرنویه. اولا این کلامه که فرموشه که مان دلی راست دوازه سفید پر این سفید پر منظور مان قمری در دوران بانوس حمزه خرمالی که مظهر حضرت داوده افرمای سکه دومت ها ماهن انور جام شبنمان نور سفید پر این نور سفید پر نور مخصوص مانه که سفیده به اعلان نور خورشید نور زرده که الان مسئله جداگانه اولین علائمی که
در مورد روزه مرنو اولین کسی که اشاره کرده و او علائم حضرت پیر بنیامینه. حضرت پیر بنیامین دقیقاً و نام مرنو وقتی که او کلام اخونید، کلام طبل جاوری یا حق اصحاب، این کلامش به گرد اخونی افرمای اصل امیدی چیزر و نیاور فصل سفیدی 12 پریاور و ماه 12 روش گذشته، یعنی 12 ماه. حضرت مصطفی باز در جریان مرنو اولین کسی که یکی جر و علاقم روزه مرنوی فرموشه افرمای جفا و کوی خارن کیش آزارن نار و بسمارن روی شاخ شمارن. او شاخ شماره که حضرت شیخ امین اشاره که واده شاخ شمار کرم شاهو با استفاده به این کلام حضرت مصطفی است. دقیقاً در داخل مرنو، در جریان مرنو حضرت مصطفی فرموشه که نار و بسمارن روی شاخ شمارن، یعنی روی شاخ شمارن، شاخ شمار کل. باز حضرت پیر بنیامین در مورد شاخ شمار کلام داری افرمای شاخ شماران او علائم مرنو شاخ شمارانن لم و نهان روی چمدارانن رزم و نشانه او جریان مرنو. حالا این رزم و نشانه رزمش او دعوای حق و باطل، حق به طرف حضرت سلطان هفتن و هفتمانم، باطلیش به طرف قشون چیچک و شیخ قادر و علاقم افرمای شاخ شمارانن لم و نهان، شاخ شمارانن لم و نهان. البته لم معنی شکم نوی چون لفظ کلامی نیه لم. شاخ شمارانن او کلله که و ملو آسو حرکت کن آسو شاهو البته بحث کی من میشه مطلبی او شاخ شمارانن یکی یکی و ورچر و دید پنهانون نهانون لمو نهانی آونه که حرکت کن و دید پنهانون. حضرت قاضی در زمان حضرت بابا نوروز که منظر حضرت پیر بنیامینه یک اشاره و آسو دارید. افرمای دامت خزانن نرای جستجو دلوه شونت چشکار او و او مبینیم تو و پیوی کو تو ما او کو آورد تی آسو. باید ایشه احتیاج و بحث داریم چون بحث طولانی ها بنده کلامه که نخونیم. اما افرمایی که حضرت سلطان افرمایی وقتی که من به آسمان داشتم قدم ایام راه شیریه ای ستاره وزیر پام داشتن خور در بیان شونگاموی من ای راه شیریه. بعد یه دفعه حضرت رزبار دامی درست کرد، کمندی درست کرد، پام تفت کمند رو به آسمان هاتم زمین که حضرت قاضی که بنیامینه اشاره به عوضه کرد فرمای دامت خزان، خزان نظر حضرت رزبار.
نه رای جستجو و هاشونت که پیدات بکی و آسمانت بارت تزنی دلوه شونت چشکار خوب پیادت شد دلوه یعنی دام کارات منی که شکار بکی و او مبینیم تو و غیبی کو اوسته که و وسیله حضرت رزبار از خانیم تو و او جمع غیبی پیدا بکی تو ما او کو آورد ای آسو تو و آسمانه لحاولی من نام مر نام آسو با توجه به این کلامل حضرت شیخ امیر با توجه به کلام حضرت پیر بنیامین و حضرت قها و استفاده به این کلامل حضرت شیخ امیر در مورد روز مرموع بن معروف سیاد مبینام شون گورگام سیاد مبینام سیاد ایمه در کلامل فقط دو گل سیاد داریم سیاد اول سلطان زمانی که حس شون کله زرده ارا کله زرده سیاد حضرت سلطان اما ارا مابقی ارا ذات ارا شرط ارا شون ارا آداب ارکان دین سیاد حضرت شیر بنیامین حضرت شیخ امیر ایست کلام تاریخ روز معنوی در قالب سید و سیاد شکاروز شکارچی دری صحبت که سیاد اشاره به ذات حضرت پیر بنیامین سیاد مبینام سیاد که اونی چه اونی شون گورگام شون قدم بزرگ گورگام منظور ذات حضرت سلطان افرمای ذات حضرت شونه ذات حضرت سلطان فقط بنیامین ازانی بنیامین شونبر ازانی حسکویه شون گورگام سیاد مبینام سمسام حکمت صاحب نگینا ای همه علم حکمت تا اقل زیاده اقل برنده از زور شمشیر گریزان نکاو غافل نشینا ای همه که خوتنشون حق خوتنشون حضرت سلطان او شیشه که همه تویتان بنیامین شکاری کرد غافل نشینان غافل نگردن بی خودی را چه گردیدن قانونم غافل خجل بود بشون قانون ایرسه کسی که غافل بود سیادی که بس شکار غافل بود آخرکی قانون خجل بود قانونم غافل خجل بود بشون شون ها نجامه حسن آسادون شون حضرت سلطان هست یک جامعه که هیچ کس نشناسه کسی نواچو گردون خیزانن کلو و شرط ایدش بیانن دقیقا کلام حضرت شیخ امیر راجع به روز مرنوی کلو و شرط کل منظور کل بزرگویی و شاخ شماره که حضرت پیر بنیامین فرمود نام مرنو وقتی که نیشتنه و بانا آسو و کلل رد بینه و چر ناپدید بینه اشاره برست کوه مجموعه ستاره پروینه که مفهوم نوشیم کوه هست آسمان کلو کوه و شرط او شرط است که حضرت سلطان و نام مر و گرد حفظم و هفتوانه نیان که بحث بی و ملی یه مقدار برده در صورت مختصر نه مفصل او شرط بین حضرت سلطان و یاران نشانه یسه ایدش بیانند نشانه روزه یسه خام نشانه واده شاخ شمار کرم شاهو واده شاخ شمار کرم شاهو اقرار میردان کو سراسو او واده شاخ شماره که حضرت پیر بنیامین و حضرت مصطفی در برزنجه اشاره کردندی
حضرت شیخ امیر با استفاده با او علائم افرماید واده شاخشمار کرم شاهو او کللکه و بان آسو اقرار میدان او سراسو آسو او خط رأس که او خط رأس تپه و دوشن آسو وقتی که کل و در حرکت کردن و تانستیم یکی یکی بشماریمن و رو شاخ هم بشماریمن و نظر پنهان بین اشاره و رسم منتها هنه کوره هنه شاهو چون مدمان قبلا اشاره بی که مده دیمیاری شاهو ای جریان مرنویشه و که شاهو در قسمت نثار شاهو اتفاق کرده بنابراین این علائم باید در که شاهو در مکان مرنو و او را مشاهده بکنیم. آفتاب که مدرا سوز مبو اقرار سر نهانیش مبو آشکار. حضرت شیخ امیر ایده اشاره به او جریان خلقت 3 ساعته حضرت سلطانه که در جریان مرنو اشاره می‌رهید. در ساعت سوم که فرموش کرد آفتاب خلق کردن تمام عالم دیجو را روشن کرد اما باز کائنات سقام نگرد مجبوریم که آفتاب مدرا آفتاب که خور که و حرکت وسا ثابت خور را ثابت کردم و منظومه شمسی و دور چرخی او موقع کائنات خلقت کائنات نظم پیدا سر نهانیش او آشکار او اسرار نهانی خلقت توسط حضرت سلطان به یاران خصوصا هفتن و هفتوانه 72 پیر و 66 غلام و 99 پیر ایشان هر کدام مأموریت مخصوص خود را دارد که در عالم خلقت او اسرار خلقت یواش یواش فاش کرد. نوروز حضرت نوروز سورانی و یاران حضرت قاسم براقه راجع به مرنو تاریخ روز مرنو مشابه کلام حضرت شیخ امیر اشاره دارید که حضرت نوروز در قالب تخت نردبازی فرموش کرده. حضرت شیخ امیر در قالب شکار و گرد صیاد و حضرت نوروز در قالب تخت نردبازی فرموش کرده. فرمای دو شش 12 سفید داغ دست برد دو شش تاس و تخته نرد حاجی بکتشن باقیم برده و یاران نوبشن گرگوشادی 8 کرده و یادگار و ناز نیستیم برده و مرو ترجمان دعوای دور نو کلو کوو شرط مردی سراسو. دقیقا اون فرموشه که حضرت شیخ امیر کلو کوو شرط کلمه شرط رو بوده مرد سراسو اونه که در او علائم او کل شما را در آسوی شاهو معتانی مشاهده کنید. چوگان و دستان دام کوی سرمیل شقه شستگو پلو چاله فیل گردمان او قوم بلی از رو گیام گل کردن سبز بی آرزو. اشاره به او اسرار نهانی آشکار.
اختر کالا کارخانه گوهر، اشاره به خوی حضرت نوروز. اختر کالا کارخانه گوهر، استاد زاخا دین تیغ جوهر. در کلامل خزانه مربوط به کلامل پردیوری، این کلام میشه راجع به روزه مغنوی اشاره بیه. کلام حضرت سلطان که فرمای پولی حاملی بیدی بنشمی پولی حاملی، نه دوازمان هرچی نچلی، گیر رو یاران آوا او دلی. فرمای که پولی حاملی این گروه هم شرط و هم اقرار من باید بنشیم را ایس روژه مغنویه و 12 ماه هرچی به چله توسان چله توسان نکه در برزنج فرمایش کرد می چله توسان یه روز ثبت کرد. 12 ماه قمری مصادف بی بگرده هر روز و آبان زیرا آبان فصل اولی ماه توسان زمان برزنجه. او موقع رو یاران اما اودلی او سروجه یاران شروع با استفاده به این کلامل روز چوارم روز عید حضرت سلطان و حضرت پیرموسیه فرمای رکن مدرسه رکن ای تاریخ بنویس و دفتر نیشده توسان یره رو ثبت کرد مان دلی راست 12 سفید پر. اولا توسانی که کلام فرمایش کرده مربوط به او زمان سر آبان الان تیر آذر الان مرداد و دی شهریور او زمان. هر فصلی دارای 3 ماه. ماه اول که سمت راست او دلی راست، ماه وسط او دلی وسط، ماه سوم یا ماه آخر او فصل او دلی چپ. یک افرمای ماه دلی راست یعنی ماه اول او فصل 12 سفید پر 12 ماه قمری که مصادف به گرد او ماه اول فصل توسان او زمانه که تیر ماه یا الان ماه اقرب یا آبانه. 12 ماه قمری که مصادف به گرد 12 به گرد هر روزی و آبان بود او روز تاریخ روزی مغنوی. ییر رو یاران چگام بی و فر ایل و پادشاهیم دو هم داشت اثر. طبق این کلام نه روزه مغنوی 3 شبه روزه مغنوی و نه 3 شبه روزه قوالتاسی خدمت نه. اصلا فلسفه خدمت وگر فلسفه روژه 2 مقوله جداگانه است. یا بیشتر و موقع خودی چالا بحث کنیم.
تنها خدمتی که روزه مرموگیری فقط و فقط خدمت پادشاهی، طبق این کلامی که حضرت سلطان فرموده. یر رو یاران چه گامبی و فر او سروری مرمویی هم شکوه و جلال و عظمت دادین. عید و پادشاهی دو هم داشت اثر. عید و پادشاهی دوباره به ایره تجدید کرده، زیرا اینا دو پادشاهی داریم. یک پادشاهی مربوط و مرنوع، یک پادشاهیش مربوط و قلافاسی. عیدم عید و ازلین مظهر، عید من و نیابت او عید ازلین مظهر،